به این میگن ساختار شکنی، به این میگن خلاقیت و نوآوری. کی فکرشو میکرد یه روزی تو تلویزیون جمهوری اسلامی جواد خیابانی واسه جذب مخاطب دست به دامن کون سهراب سپهری بشه؟ کسی که به خداداد عزیزی گفت غزال تیزپای فوتبال ایران الان داره به طارمی میگه مهاجم کونگنده فوتبال ایران. جنیفر آسیایی امید تیم مایی. میدونی که همجنسگرایی تو دنیا داره باب میشه؟ بله. قبول داری تو ایران خیلی بهشون گیر میدن؟ بله. کار بدیه. چون انقدر بهشون گیر میدیم؟ خیلی دیگه. ما ایرانی‌ها خیلی پوسیده تره. پوسیده؟ اتفاقا در این یه مورد خاص ام‌الترین و عقب مونده ترین قشر جامعه هم جدیداً بسیار روشن فکر شدن. تو این بحث حوزه علمی الان اندیشکده است، کانون فکریه. کشورهای اروپایی قبول دارید منطق بیشتر حاکمه، بهشون کمتر گیر میدن؟ بله. و اونجا چرا کمتر گیر میدن مامان تو اروپا؟ پذیرفتن دیگه زمان میبره برای پذیرفتن همچین. ما باید بپذیریم؟ بله دیگه، زمان میبره. شما خودت ببین بین ظهور پدیده سعید طوسی قاری قرآن تا رسانه‌ای شدن رضا ثقفی وزارت ارشاد چند سال فاصله بود؟ تا الان که دیگه داره کم کم همه چی عادی میشه و کم مونده در کنار آخوند عمامه سیاه و عمامه سفید یه سری عمامه رنگین کمونی هم بیاد تو بازار. پشت این قانون اروپا هیچ منطقی وجود نداره. قبول کنید اینا چیزایی که به خورد من و شما میدن تو فضای رسانه. آره بابا، اصلا این اروپایی‌ها پشت هیچ کدوم از قوانینشون منطق نیست. مثلا یه قانون تخمی دارن به اسم کپی رایت که کسی نتونه فیلمی که 500 میلیون دلار هزینه‌ای ساخته شده رو با 5000 تومان کپی کنه رو CD. یا مثلا قانون آزادی بیان، مبارزه با قاچاق، مبارزه با پولشویی. یعنی حکومت نمیتونه کسی رو بکشه، نمیتونه اموال کسی رو مصادره کنه، نمیتونه تحریم دور بزنه. با این قوانین تخمی کسی اصلا دیگه حاضر نیست، اصلا انگیزه نداره رئیس جمهور و نماینده مجلس بشه اونجا. اصلا داغونه. بستن تنگه در کنار بستن مهرآباد به نظرم باید توسط ایران دنبال بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر تنگه رو می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره. تلاش بیخود نکن تا تو بخوای مهرآباد رو ببندی، عمو قالیباف و رفقاش دهن خودتو بستن رفته پی کارش. ولی حالا اصلا گیریم که فرودگاه رو هم بستی. این عراقچی که ما میشناسیم فرداش با ساک توی ترمینال جنوب دنبال اتوبوس‌های تهران اسلام آباد میگرده. آیا دوباره قرار هست هیئت ایرانی به داخل اتاق گفتگوها بره و شرکت بکنه در ادامه گفتگوهای چهارجانبه؟ فعلا تعبیر دقیق همان هست که برای تنفس و برای مشورت‌های داخلی به اتاقهای خودشون رفتن. برای تنفس و مشورت یا برای چرب کردن و اپیلاسیون؟ اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ نه اون که واقعیت هست، ولی خب توهم 50 سالتون نمیذاره واقعیت تورم 50% رو ببینید. یه میکروفون هم واسه خودت بگیر که حداقل بشنویم چی داری میگه. اینقدر بهش اهمیت نمیدن، همینجوری با موبایل و دوربین. 50 روز مشکل دست از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این مراد اقتصاد ما رو زدن داغون کردن. بابا اینا یه ماه دارن مثل خر داغ کرده تو کوچه و خیابون ارعر میکنن که محاصره به چپمون هم نیست و پارهشون کردیم و جرشون دادیم. بعد تو اینجوری جفت میرینی تو گندگوزیاشون. بابا یکیتون اینو توجیه کنه تا تمام پت متتون رو نریخته رو میزا.